اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. باب الادغام. باب ثابت است در بیان ادغام متماثلین متجانسین و متقاربین. ناظم رحمه الله بعد از اینکه فارغ می شود آنچه که متعلق به قواعد نون ساکن و تنوین بود، شروع می فرماید در احکام ادغام مثلین و متجانسین و متقاربین. فرمود إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق. اگر میگه همین دو حرف در صفات و مخارج با هم متفق باشه، حرفان هر دو حرف مثلین باشه، فیهما احق در او الیق است، الیق نیست که مثلین باشه و بحثش در بعد میاد. مثالش ولا يغتب بعضكم رابحت تجارته بل لا يخاف. شرط هم است که هر دو حرف اگر باشه واوین یا یاین یا این، واو اول حرف مد نباشه و اولش یا اگر دوش یا باشه اولش حرف مد نباشه. مثل آمنوا وعملوا الصالحات في يوم فلا يجب الادغام فيهما. در دو حالت که اولی حرف مد باشه اگر مثلین باشه، حرف اول اگر مد بود واجب نمیشه دو، لئلا يذهب المد بالادغام، تا ای که مدیت واو مده یا مده به واسطه ادغام که صفات غریزه است از بین نره. مستثنا کردگی است ناظم رحمه الله اذا كان اول المثلین ها سکت، های سکته باشه، مثل مالیه هلکه. از برای مالیه هلکه دو وجه جایز است. الادغام یک ادغام است، چرا که وقف کردن در های مالیه منوی است. کسی اجرا کنه خامخا در ادغام جاری میشه. و اظهار هم است جهتی که ایره های سکت هم میگن. ابو شامه رحمه الله هم در این نقل دارن. عبدالرحمن بن اسماعیل المقدسی الدمشقی که معروف به ابی شامه است، مورخ هم است و محدث هم است. اصلش از قدس بوده و تولد ایشان هم در دمشق شام شدگی است. وفاتش هم به 665 هجری شده. یعنی به اظهار میگه وقتی که وقف بکنیم بر مالیه وقفه لطیفه یا یک نوع وقفه لطیفه میگه که او را سکته میگن، باز سکتی به غیر تنفس. اما اگر وصل بکنیم امکان نداره غیر از ادغام. میگه که مالیه هلکه مجبور هستیم که میگه ادغام کنیم، یا ای که متحرک بسازیم مالیه هلکه. بحث طولانی کرده در این رابطه. خلاصه در این مثلین صغیرین میگه برا همین قدر بدون این کافی است. اگر و ای یکونا مخرجا تقاربا و فی الصفات اختلافا یلقبا، اگر همی دو حرف مخرجا مقارب باشه، قریب المخرج باشه و در صفات مختلف باشه، اینا ملقب به چی کرده میشه؟ متقاربین کرده میشه. مثل لا مراوی که در دو کلمه قل ربی آمده است و در یک کلمه مثل علم نخلقکم که آمده است، این ملقب به متقاربین میشه. یلقبا متقاربین، در شعر بعدی متقاربین آمده است. او یکون اتفقا فی مخرج دون الصفات حققا، یا ای کمی دو تا حرف
متفق باشن در مخرج، فی مخرج در مخرج، دون از صفاتی نه در صفات. حقیقا یعنی مسما شدگیست بالمتجانسین با متجانسین، مثل طا و تا در احطو، لا مراد در بل ربکم. یا همچنان ثا و ذال در کلمه یلهث ذالک بالمتجانسین که میگه این ملقب به متجانسین شد. و اگر ساکن باشه اولو کل فالصغیر سمیان، اگر از همی اقسام ثلاثه اولی ساکن باشه شما ایره میگه ادغام صغیر مسما کنین هر واحدش. او حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل، یا که هر دو متحرک باشن در آن واحد در هر ستا که مثلین باشن متقاربین یا متجانسین، میگه بگو هر واحد از این ثلاثه را ادغام کبیر بگو. چون که ادغام کبیر ما دو روز هم گفتیم که همونست که حرف اول در ثانی ادغام میشه اول متحرک باشه با واسطه ادغام رو ساکن میکنیم، بعد از سکون بعد ادغام صورت میگیره. وهذا القسم مختص بقراءة أبي عمرو ابن الأولى هو أبو عمرو بصري. ادغام کبیر نیست مگر در روایت ابو عمرو بصری است. در روایت امام حفص رحمه الله ادغام کبیر نیست، اما 5 کلمات را میگیرن. علماء قرائت نقل کرده که 5 کلمات لا تأمنا نعما اتحاجونی و غیرهم، این 5 کلمات که از شاذ است، نادر است، ادغام کبیر نیست. فقط ادغام کبیر در روایت ابو عمرو بصری منقول است از قرای سبعه که ادغام کبیر داره. فقط سوسی یک از راویان ابو عمرو بصری رحمه الله است که اونها به کثرت ادغام دارن. از قرای عشره هم ادغام دارن. خب اینها ابو عمرو بصری اینها یکی از قرای سبعه است، یکی از ائمه در لغت و در ادب هم است، در علم لغت و ادب. که ادغام کبیر میکنه راویش سوسی ابو شعیب صالح بن زیاد سوسی است، اونا به کثرت ادغام کبیر میکنن. در تلاوتاش شما جا چی میدونید؟ اقسام المد بس ان شاء الله.